بیان بفرمایید. بردن رو تخته عمل گذاشتن و شروع کردن اصطلاح کاراشون انجام بدن. تو اون لحظه من فوق‌العاده ناراحت بودم، درد میکشیدم، نای پشت سرا گردن و ستون فقرات اینا آسیب دیده بودم. هر لحظه فکر کردم که دیگه الان میمیرم. بعد هزار جور ناراحتی یا افکار پریشون اینا اومده بود تو سرم، نگرانی های خیلی زیادی، چندین مورد. مثلا ماشینم گفتم ماشین 0 کیلومتر کنار جاده، الان میان تیکت که میکنن میبرن. مادرم اگه بفهمه پست دق میکنه، پستم از دست میدم، خونه چطور میشه، فلانم چطور میشه. هزار جور از این افکار تو سرم بود. همینطور که رو تخت خوابیده بودم، اینا که دور برم بودن، دکتر و پرستار و اینا که به اصطلاح کمک میکردن، یه خانم جوانی بود تقریبا، من میگم 27 سالم بود، اون مثلا فرسون 20 سالش بود. از اینا که تازه پرستار شده بود و جلسه اولش بوده، انگار اومده بود، هنوز کاری بلد نبود، دوره دیده بود اما کار بلد نبود، اومده بود اونجا که به اصطلاح حالا تازه تجربه پیدا کنه. من تو اون اوج ناراحتی و دردایی که داشتم، وقتی چشم میافتاد به این، چون تو اون سن دنبال خب بالاخره به اقتضای سنم دختر و فلان این چیزا بودم، هی میگفتم که یه لحظه دیگه من حالم خوب بشه اینا باید برم یه جوری باش دوست بشم. اما این خیلی گذرا بود، بلافاصله تا دور اون دردا من تحت تاثیر قرار میداد، این فکر میرفت کنار. بعد توی یه لحظه یه دفعه دیدم که یه اتفاق افتاد. بعدش که این اتفاق افتاد، اون گلوله ذهنی که داشتن راجبش صحبت کردن آقا مهدیه، گفتن که یه توده ذهنی بود. من تمام اون افکار و اون پریشونی و اون ناراحتی و اون دغدغه‌های فکری که داشتم، اینا تشکیل دهنده اون توده ذهنی من بود. و اون توده ذهنی یه دفعه انگار پکید نابود شد به خاطر اون اتفاقی که من برام افتاد. به من وصل شدم من و دردشم کشیدم و اینطوری بود که من از توی تونلی به زور رد شدم. یه تونلی بود مثل قیف بود، این طرفش بزرگ بود به اندازه که مثلا یه جای خیلی بزرگ و منم مثل این که پمپ میکردن یا به زور خواستن فشار بدن تو اینجا. از این طرف فشارم میدادن، از اون طرف منم نکش میکردن بیام بیرون و اون طرفش به اندازه فرض کنه یه سوراخ سوزن. و اینو من تو اینجا رد شدم. خیلی هم طولانی بود ولی تاریک بود، فوق‌العاده تاریک بود. تو این تاریکی یه سیاهی مطلوب و خیلی قشنگ و دوست داشتنی بود و من هرچی که تو این پیش میرفتم انگار که دارم یه چیزایی به دست میارم، انگار به یه چیزای خیلی قشنگی دارم میرسم. هیچ گونه ترس و نگرانی این چیزا تو این سیاهی ها، این که حالا من اینجا سیاه به ترسم و تاریکه، اینطوری نبود. انگار من اینو خیلی قشنگ میدیدم چون داشتم به طرفی اون نقطه میرفتم که اون نقطه یه نور بود و اون نور فوق‌العاده توش عشق وجود داشت و خیلی احساس میکردم که منو دوست داره که من دارم به طرف اونجا میرم. و فقط تنها چیز ناراحت کننده ای حالا غیر از اون چیزایش که عرض کنم خدمتتون تو این مسیر برای من پیش اومد این بود که من از تو این تونل رد شدم و اونجا افتادم اون طرف تو اون روشنایی. وقتی من به اون نور وصل شدم یه دفعه تمام این باورهای من دور ریخته شد و این که ایشون میفرمان که ما یه نوری هست در پس وجودی ما که ما به اون نور اگه بتونیم دست پیدا کنیم. من اونجا به خاطر این اتفاق برام افتاد. حالا ما بهمون توصیه میکنن که تو زنده بودنمون این اتفاق بیفته ولی من اونجا تو جسم خودم اومده بودم بیرون. یعنی من دکتری که اونجا بود کارهایی که قرار بود انجام بده انجام دادم و تو اون پرونده بالینی من نوشتن آزمایش فلان انجام شد و شک داده شد و همه کار را اینا رو توضیح داده بودن و مریض احیا نشد، نوشت مرگ قطعی، امضا کرد، مهر کرد. بعد منو از رو اون تخت اصطلاح اتاق عمل
بلند کردن گذاشتن روی این برانکات متحرکا که قرقره داره زیرش، یه ملافه هم کشیدن روشو. حالا من اینا رو با آگاهی کامل بدون کم و کاست همه اینا رو تسلط داشتم و همه رو درک میکردم. بعدم از اینجا من رو برداشتن بردن تو ریکاوری پشت اتاق عمل، اون محلی که میرن جنازه رو میذارن که حالا بعد از اونجا هر جایی که قراره ببرم، ولی موقتا بردن اونجا. به مدت نیم ساعت من اینطور که دکتر تشخیص داد از تو جسم خودم اومدم بیرون. اولین چیزی که اتفاق افتاد همین بود که خیلی سریع من از اون تونل و اون رد شدم و به اون نور رسیدم و بعد دوباره دیدم همینجا هستم. حالا اینجا که هستم با آزادی و با آگاهی و فوق‌العاده قشنگ، یعنی اون نگرانی ها تمام برطرف شده بود. من انگار که یه درکی از یه جایی بوده که مال خود من بوده و من یه مدت از این دور شدم، به خاطر اینکه من اومدم اینجا و این مدت اینجا بودم. این اطلاعاتی من وقت رو افتاده، من از این اطلاعات فاصله گرفتم. حالا که دوباره برگشتم سر جام، اونا دوباره برگشته به من و اونا آگاهی‌های خیلی قشنگ و خیلی زیادی بود. انگار که چندین کامپیوتر یا مثلا دانشمند اینا اطلاعاتشون جمع شده باشه و اینا رو بلافاصله تخلیه کرده باشن تو وجود من و اونا همش مال خود من بود. تا حالا بهش دست پیدا کرده بودم. انگار که مثلا توی پیله من بودم، فکر می‌کردم دنیا همینه، این پیله اگه من این نباشه میمیرم. حالا که اومده بودم بیرون، پرده رو برده بودم، پرواز میکردم، همه جا میرفتم، آزاد شده بودم، هر جای دلم میخواست میرفتم. ولی قبلش چون اطلاع نداشتم که اونجا چقدر عالیه، دلم خوش کرده بودم به داخل اون پیله و تمام علاقه و فکر و ذهن من رو اون متمرکز شده بود. بعد حالا اولین چیزی که اتفاق افتاد، چون لحظه قبلش من توجهم روی این خانومی بود که بالا سر من بود و گفتم گاهی گداری من به این توجه میکردم، فکر کنم همینطور باشند. یعنی آخرین موضوعی که باش درگیرن اول میرن سراغ اون موضوع. حالا که من اومده بودم آزاد شده بودم، اولین چیزی که به اصطلاح حالا به زبان خودمون میگم، چون اونجا یه بودی دیگه من نمیتونم مثل اونجا صحبت کنم، من مجبورم به همینایی که بلدم زبان خودمون تعریف کنم. بعد اونجا من نگاه کردم دیدم که من لازم نیست رو ما برگردونم این طرف نگاه کنم اونم برای ببینم، من همه جهتی شدم. من دیگه چشم و دست و این اعضای بدنم کارایشون از دست داده بودم. اینا رو چون عادت کرده بودم این وری نگاه کنم اینطوری نگاه میکردم، اما دیدم که من حالا دیگه مثل یه لحظه قبل نیستم. یه دفعه همه چیز دنیا انگار برای من دیگه ارگون شده، یه شکلی دیگه دارم دنیا رو میبینم. مثلا شما رو دارم میبینم، از رو میبینم، فکر میکنم بهترین صورتی که دارم میبینم این همینه. ولی اون موقع من هر چیزی که نگاه میکردم از تمام جهاتش میدیدم. یعنی من همین موضوعی که تو نظرم بوده، این خانوما از تمام دور و برش دیدم دارم میبینم. من تعجب کردم چرا من اینطوری دارم اینو میبینم. من تو تمام نقاط این محل وجود داشتم، نمیخواست که از اینجا برم اونجا تا اونجا یه چیزی بردارم بیام. من هم اینجا بودم هم اونجا بودم. بعد این برام یه مقداری تغییر بود که این چه جوری شده، چرا من اینطوری شدم، چرا من همه جای این به اصطلاح جهان هستی من وجود دارم دیگه. بعد زمان و مکان و دیر بشه زود بشه، حالا عجله بکنم حالا دیرم بشه، حالا تاریک روشن بعد خوب نمیدونم، اینا هیچ کدوم نبود. همه چیا خیلی عالی و قشنگ میدیدم و ولی یواش یواش هی من داشتم خودم رو با اون شرایطی که به وجود اومده بود تطبیق میدادم. بعد دیدم که علاوه بر این که من این خانوم از دور تا دورش میبینم، میفهمم چی تو فکرش میگذره و قشنگ این فکرشا مثل این که باز کرده باشن توی صفحه خیلی بزرگی اجزای فکر، سلولایی که تو این وجود این بود، اینا رو قشنگ بر من شکفته شده بود و خیلی آگاهانه افکار اینو داشتم بررسی میکردم. بعد دیدم یه ناهنجاری بدی
یه شکلی مثلا آزاردهنده تو کلش هست و داره راجبه من اینطوری فکر میکنه که حالا به زبان خودمون مثلا واینن این جوونی به این خوش تیپیا با این مثلا تیپ و قیافه و اینا با این سنی کمش و دور از شهر و دیارش این مرد. گفتم این چرا؟ خب به خاطر اون فکرهای خودم دیگه، اون قضاوت ها و اینا هم میگن این ترکا و رشتی ها و اینا مقداری به اصطلاح اشکال دارند و این هم خب این دختر شمالیا بود، لفت قرمزا و مثلا یک کمی هم توپولی بود. این هم رشتی شمالیا و نمیفهمد من حالم خیلی عالیه، چرا تو فکر میکنی که من الان مردم و حالم بده و اینقدر ناراحتی دپرسی؟ بعد هر چه باش صحبت کردم گفتم ببین عزیزم من هیچیم نیست، ناراحت نیستم، دیدم اصلا توجهی به من نداره، اصلا انگار که من با این نیستم، داره به اونجا نگاه میکنه. مثلا من که اون جسمم رو تخت بود این نگاهش به طرف اونجا بود، ولی اون برای من دیگه شده بود یه چیز غریبه. درست هنوز به اون باور نرسیده بودم که من خودی اینم. حالا اومدم اینجا یه گفتم چرا این انقدر به من شبیه، انگار من اینو میشناسم، ولی صورت دیدم وقتی که مثلا یه تصویر نشون میدن بعد که مرده انگار میافتاد عضلاتش اینجوری شده بود، اما من نمیتونستم قبول کنم که این خودی منم. اینم همینطوره میگفتم چرا این به من گوش نمیکنه دارم باهاش صحبت کنم، به اونجا چرا نگاه میکنه؟ بعد اومدم جلو یه جوری مثل این که بالا باشم، بالاتر از اینا باشم، اومدم پایین که اینا هرچی میخوام تعریف کنم چند بار تا حالا نوشتم، بعد میگم نه این اون نیست که اتفاق افتاد، ولی نمیدونم به چه شکلی بود که من اینو نمیتونم بیان کنم. حالا فرض میکنیم که مثلا من مثل خودمون که میریم جلو اومدم طرف این و بهش گفتم با تو هم دارم صحبت میکنم، چرا تو اینقدر ناراحتی؟ اصلا من اینطوری نیستم، حالم خیلی خوبه. دیدم یه قطره اشک تو لحظه‌ای که من دستم آوردم جلو بزنم به شونش بگم که تکونش بدم، بگم با تو هم دارم گوش به من بده، دیدم دستم تو بدنش رد شد، این کتش اینطوری رفتم اینجوری شد. چرا اینطوری شد؟ نکنه جدا من مردم؟ تو همین لحظه یادم یه قطره اشک از گوش چشمش اومد رو گونه هاشو آف. بعد که من اینطوری شد و دیگه یه حالت پیدا کردم که آره نکنه من مرده باشم، یه دفعه به یاد این افتادم که اگه من مرده باشم که حالا مادرم از قصد دیق میکنه. یه دفعه دیدم که من دو قسمت شدم، یه قسمتی از وجود من تو تمام این جایی که عرض کردم اینجا هستم و تو این لحظه، تو همین لحظه اون قسمتی از وجود من اومده تو اصفهان، تو خونمون اونجا مشهد قودچان بود، تو بیمارستان قودچان، از مشهد میمدم تو جاده قودچان تصادفه. بعد دیدم تو خونه، تو فضای خونه پدریمون اونجا هستم، مادرم تو ایوون رو سفتی در نشسته بود، پاشه دراز کرده بود، یه پارچه جلوش بود داشت سبزی پاک میکرد. گفتم سلام مامان من اومدم، دیدم اصلا توجه نمیکنه. گفتم میرم از این در تو از پشت میام بغلش میکنم که به اصطلاح سورپرایز باشه. تا اومدم بغلش کنم دیدم نشد، همونطوری رد شدم. گفتم پس دیگه من حتما مردم. یه موضوع دیگه هم بود که حالا تو ذهنم بود، اونم عین همین اتفاق افتاد که اون من اولای به اصطلاح جوونیم رفته بودم خارج اینجا تحصیل کنم، از طرف دولت فرستاده بودن با یه دختری یه سال زندگی کرده بودم و با هم قول داده بودیم با هم ازدواج کنیم و دائم تو فکرم بود که بعدا یه روزی یه فرصت پیش میاد و بالاخره من برمیگردم اونجا و با این ازدواج کنم. یه دفعه اینو به فکرم که پس اونم از دستم رفت دیگه، اونم نمیشه. تا دیدم که تا این فکر کردم دیدم حالا مثلا من فرض کن 3 قسمت شده باشم، در آن واحد یه جا بودم، هم تو بیمارستان بودم بالا سر جنازه و اون چیزام، هم اونجا پیش مادرم بودم، هم اونجا پهلوی اون بودم. خونشون یه جایی بود نزدیکی یه قبرستون بود، میگن 30 متری، خیلی قشنگ بود و سنگی ها و عالی. بودیم که رد میشدیم بعد میبودیم میرسیدیم میرفت خونشون. وقتی که من اونجا بودم دیدم این داره رد میشه و میخواد بره طرف خونشون. وقت تو اون لحظه من تمام افکاری اینا میتونستم بفهمم که راجع به چه موضوعی فکر میکنه. بعد چون به این باور رسیده بودم که من دیگه با این نمیتونم تماس بگیرم، اونجا دیگه هیچ عکس العملی
نشون ندادم، سعی نکردم که چیزی به این بگم، فقط نگاه میکردم. اما رفته بودم تو بحر افکارش، دیدم که این شب گذشته تو این چیزای ذهنیشا کاملا من میفهمیدم که این روز گذشته، شب گذشتهش با یه نفری بوده، با هم دیگه سکس داشتن. این دیگه اونطوری که من فکر میکنم تو ذهنم نیست اصلا، اینا جدا شده، رفته دنبال کارش که من بعدم بیام و این ازدواج کنم و تمام این افکار اینا من میتونستم درک کنم. بعد این بود که اینا فوری خیلی راحت گذاشتم کنارا، برگشتم اومدم دوباره حالا تو اون محیطی بیمارستان اینا بودم. خیلی چیزایی دیگه هم که تعلقات فکری من بود اونا رو من رفتم سراغشون. مثلا فلان شخص رو من خیلی دوستش می‌داشتم، تو زندگیم با هم دوست بودیم، یه سری هم به اون زدم و وقتی رفتم سراغ اون و دیدم که اون فکراش چیه، راجع به چه موضوعی فکر کنه، چون که هر لحظه آدم یه فکر میکنه، یه لحظه بعد یه فکر دیگه میکنه. من توی یه چند لحظه که در کنار این بودم کلی با روحیات این میفهمیدم که این چی بوده، من چی فکر میکردم، این چی هستش، برمیگشتم دوباره. حالا اونجا با همه این درگیری‌های فکری که داشتم دیدم از اولی که این اتفاق افتاد تا حالا یه وجودی مقدسی، یه چیزی خیلی دوست داشتنی، یه کسی که خیلی والاست برای من، این در کنار من وجود داره. اما من چون درگیر این توده ذهنی خودم بودم اصلا اونا احساس نمی کردم. حالا که از اونا یه کمی فارغ شدم، یه دفعه رفتم به اصطلاح تمرکزم رفت به طرفی، دیدم من فوق‌العاده اینو دوستش دارم، اینم همینطور خیلی منو دوست داره. بین ما یه عشقی فوق‌العاده عالی که یه عشق بلا عوض که به ما میگن تو برنامه عشق بلا عوض، ولی تا عاشق نشید باشه نمیتونه بفهمی یعنی چی. بین من این در جریانه. بعد دیدم خیلی راحت من با این مثل تلپاتی که به ما میگن دارم صحبت میکنم. یه سوالی که من میکردم این بدون اینکه لب و دهنی چیزی بخوام به کار ببریم پاسخش میمد و پاسخش کامل بود. یعنی اینطوری نبود که حالا من مثلا به شما میگم بیش از 4 بار دیدمت کجا میرفتی، بعد تو شده 1000 تا سوال میکنم تو بفهم. این وقتی جواب میداد دیگه من پشتش لازم نبود یه چیز دیگه بگم، کامل جواب میمد به من میرسید. باز اون یه چیزی میپرسید من همینطور جواب میدادم. یعنی موضوعی که وجود داشت انگار همه در حد کمال بود، خیلی عالی بود. وقتی یه منظری که روبروی من بود، این اگه تمام این دانشمندای دنیا رو جمع می‌کردیم می‌خواستیم تو این یه نقطه پیدا کنیم که این نقطه رو بذاریم اونور یه ذره این قشنگ‌تر بشه، هم چیزی امکان نداشت. یعنی در حدی که عالی تر از این وجود نداره. من اینطوری می‌دیدم موضوع رو. بعد این به من گفت که مثل این که حالا ما به یکی میگم بیا یه چیزی نشونت بدم، خب بیا یه چیزی نشونت بدم. باز این اینطوری نیست، ولی اینجوری من مجبورم تعریف. من به یه جهتی توجهم جلب شد، دیدم که انگار من یه قسمتی از وجودم باز مثل اون دفعه جدا شده رفت به طرفی. یه خانم جوانی بود اونجا، این مادر من بود. من رفتم رسیدم به اون، انگار با اون یکی شدیم. بعد شروع کردم به رشد کردن و به اصطلاح به دنیا اومدم و بعد 1 سالم شد، 2 سالم شد. تمام زندگی ما 27 سالی که من زندگی کرده بودم تو این دنیا را دوباره اونجا زندگی کردم. ولی اینجا داشتم تو اون حالتی که بودم انگار که من نظاره‌گر باشم، همینجا بودم همونجا، ولی اونجا با تمام وجود زندگی کردم این 27 ساله. نه اینکه حالا من اینجا 27 ساله خیلی عاشق نمیدونستم، بودم تو پوزیا رو در رفته بودم، بعد نمیدونستم چی شد. اونجا بعدش هم من میدیدم چه اتفاق افتاد. یا مثلا به یکی تهمت زده بودم، بعد گفته بودم بهش، بعد میدیدم این چه امواجی رد و بدل میشه، چقدر تو تمامی هستی دگرگونی ایجاد میشه به خاطر این عمل کوچیکی که من انجام دادم، این یه لبخندی که من زدم، یه اخمی که کردم، یه قضاوتی که کردم. من مثلا میگفتم که جان مهدی یه نفر میرسیم میگم که من این همه برای این کار کردم، اما اینقدر احترام گذاشتم، اینقدر زحمت کشیدم، حالا اون رفت محل ازش اصلا من کوچیک کرد. اینا رو من به یه حدی رسیدم که دیدم
اصلا ربطی به من نداره. اون هر جوری دلش بخواد میتونه عمل کنه. اون آزاده، اون اشرف مخلوقاته، اون یه تافه جدا بافته است، اون یه استثناء تو این خلقت. اصلا من یه چیزی منحصر به فرده هستم. من تو همه این کائنات یه چیزی هستم که با همه فرق میکنم. من خیلی مهمم. من باید خودم رو نگاه کنم، کاری به اونا نداشته باشم. من یه لبخند که صبح میام از خونه بیرون هیچ کاری نمیتونم برای کسی انجام بدم. فرض کنین که من نه خوبی میتونم بکنم، نه پول دارم، نه دستم میرسه. همین که من یه لبخند میزنم و این لبخندی من صادر میشه، انگار که از تمام جهات این لبخند میره به هر جایی میخوره، روش اثر میذاره، به گیاه، به حیوان، به تمام این هستی. و این لبخند هیچ وقت تمام نمیشه، این تا ابد ادامه پیدا میکنه و به هر جایی که اثر مثبت میذاره، اون اثرات مثبت همه برمیگرده به طرف من. برعکس وقتی که من میام بیرون صبح اخ کردم میگم این کی بود سری راه من پیدا شد، این قیافش دور من تا عصر روزم خراب شد، چرا من اینو دیدمش، عجب شانسی دارم من دوره اینو دیدم. همینطور اینا رو دارم ناهنجاری صادر میکنم، اینا میره دوره برمیگرده به طرف خودم. یعنی من تو این دنیا یه پیشواکم. من هر کاری که دارم انجام میدم در حق خودم دارم میکنم. من هیچ کاری برای کسی نمیکنم. من همه رو دارم برای خودم میکنم، یا چیزی خوب برای خودم جمع میکنم یا چیزی بد، و اینا همه برمیگرده. هیچ توقعی من از کسی نباید داشته باشم، هیچ قضاوتی راجع به هیچ موضوعی نباید بکنم. من چی کارم آخه داخل آدم؟ من میگه قاضیم، من مسئولی جاییم، من اگه راست میگم دوربینو بچرخونم به طرف خودم، دوربینی که گرفتم تمام دنیا رو کنترل میکنم و هی خوب و بد میکنم و هی بین اون انگ میچسبونم و هی انگار یه قبض جریمه پلیس میده دست مامورش یه قبض اینقدری به من دادن تا از خونه میام بیرون یکی یه دونه به پیشونی همه میچسبونم و به همه نمره میدم، این بده، این خوبه، این فلانه، این بیساره. وقت من اونجا به این آگاهی رسیده بودم که چقدر این آب من آسیب رسونده. یکی این که چرا من اینقدر تو زندگیم تو این 27 سالم وقتم رو هدر میدادم، چرا من میرفتم ساعت ها میشستم یه جایی هم تو نگاه میکردم، میشستم برق بازی میکردم، میرفتم. اینا خیلی دوری گران بهایی بود در اختیار من قرار گرفته بود. این وقتی که در اختیار من گذاشتن این خیلی با ارزشه. من لحظه به لحظه اینو باید چیز جمع کنم با خودم ببرم. اینجا الان به دردم میخورد، چیز جمع کنم بیارم. چیزایی که اونجا به دردم میخورد چیزایی بود که یاد گرفته بودم و خدمتایی بود که کرده بودم. هرچی من خدمت کرده بودم در حق هر چیزی تو این هستی، حالا اگه این خدمت که کردم ممکنه 100 سال دیگه نتیجه بده، ممکنه همه الان نتیجه بده، ولی بالاخره یه کاری من انجام دادم. اگه هیچ کاری نکردم، لبخند زدم، خوب فکر کردم، فکر قشنگ کردم، به به زندگی زیبایی، چقدر قشنگه، همه چی عالیه، همه رو دوست دارم، همه رو میبخشم، همه خوبن، اصلا این فلان موضوع حالا زد تو گوش من، ولش کن با گذشته. این خدا باشم، بخشنده، رحیم، مهربان اینا، چون که من پاره تن خدا هستم. اون وقت که من خلق کردن نفختم من روی اتفاق افتاده، گله آدم به سرشتند و به پیمانه دادن. من یه سر از وجود خدا در من هست، من خیلی فرق میکنم. حالا اینا رو اطلاع ندارم، اشکالی هم نداره. این که یه بچه کلاس اولی فرض کنید معلمش میاد گوشش میگیره بوده گم شد دیگه از این کارا نکن. من وقتی که میرم اونجا یه همچه حالتی دارم، منو به سیخ و سلاغانی میکشن، بچلونند و نمیدونم زجرم بدن و چیکار کنن. من اومدم یه امتحانی دادم، این امتحان رد شدم، دوباره میرم امتحان میدم، بگیرم ناپلونی قبول شدم، دعوام گرفتم، همونم دمم گرم، خیلی عالیه. اینقدر به خودم گیر ندم، من فقط سعی کنم خوب آدمی باشم. تمام این زندگی منو که نشون دادن، نه قاضی بود، نه کسی میز گذاشته بود، نه اومده بودن نشسته بودن، خودم من قضاوت میکردم، من خودم مسئولی تمام این موضوع بودم، خودم ذره این زندگی ما 27 سالم به اندازه 200 سال بگم طول کشید، بیشتر طول کشید، ولی با تمام بازتاباش، با تمام جزئیاتش من زندگی خودم مو به مو اینا رو بررسی میکردم و به خودم نمره میدادم، مو رو از ماس میکشتم، نمیذاشتم کوچکترین مثلا ارتاقی به من بشه یا اتفاقی در حقم بشه. خودم اونجا مسئول همه کارهای خودم شده بودم و دست آخر فهمیدم که من چقدر
ضرر کردم. این فرصتی که در اختیار من گذاشته شده چرا ازش استفاده نکردم؟ من اگه میرفتم چیز یاد میگرفتم، هر چی یاد بگیرم ممکنه اون یه روزی به دردم بخوره برای اینکه بتونم ازش استفاده کنم، به یکی یه خدمتی بکنم. حالا ممکنه هر پیش نیاد، ولی من وظیفه این نیست که برم یه چیزی یاد بگیرم، حالا هر چی که شد، هر چی سر جا هم قرار گرفت، حق انتخابم دارم، اما دنبال این باشم که خدمت کنم، چیز یاد بگیرم. اگه من اینطوری باشم وقتی رفتم اونجا کارم خیلی درسته. آدمایی مثل من و شما، اینایی که حالا به اصطلاح دینی نمیخوام وارد بشیم، اینایی که گناهان کبیر انجام ندادن، از جمله خودکشی کردن و کشتن یکی، این از همه اینا بدتره. یعنی من چون ذهنیاتم این بود که قبل از اینکه این اتفاق برام بیفته همش تو فکرم گفتم من فلانی باید برم بکشم که این باعث شد که من به این روز بیفتم، که من مثلا تو مواد و تو این ناهنجاری ها این چیزا این باعث شد، فلانی که این کارا به سر من آورد اینا من باید برم یه بلای سرش بیارم. من اگه پیر مردم بشم اینا میرم گیرش میارم هولش میدم فوقش، مثلا توی چای نابودش کنم. فقط تو فکر این بودم که یا خودم رو بکشم که خلاص بشم از اون وضعی که داشتم، یا اونایی که در حقم بدی کرده بودن اینا را برم نابودشون کنم. این بود که این راهنمایی من که گفتم در کنارم بود و به اصطلاح منو آگاه میکرد که چی کار باید بکنیم و کجا بریم و اینا. اولش فکر کردم ایشون امام زمانه، بعد پیش خودم گفتم نه این خیلی باید مقامش بالاتر باشه، این حضرت علی. خب این باورهای دینیم اومده بود سراغم. بعد گفتم نه این اصلا خودی پیغمبره. ولی بعد از اون که راجع به این موضوع فکر میکنم میبینم نه، این یه وجودی مقدسی پاکی دوست داشتنی خیلی عالیه که برای هر کدوم از ما که بریم این مشیت الهیه، این برنامه ریزیه خیلی دقیق که این بیاد برای هر کدوم ما راهنمایی میکنه که حالا چطوری بشه به کجا بوده. وقت حالا من اونجا که بودم انگار که تازه من رفته بودم خونه خودمون. مثلا شما رفتین سالهای جاهای این شهر و شهر زندگی میکنید، وقتی دور برمیگردین اصفهان میرین تو خونه دون این چقدر دور افتاده بودی، اینجا بود خونه شما، کجا بود، رفت چابهار نمیدونم فلان بسا، اینجا اینطور محبت هست، اینجا همه چی هست، اینجا میشناسی همه چیزشو. حالا من اونجا که اومده بودم اونجا تازه میدیدم اینجا همه چی برای من آشناست، من مال اینجا، اصلا اینجا خونه و زندگی همه چیزی من اینجاست. من کجا رفته بودم گیر افتاده بودم، اینجا عجب جای بدی بود تو این دنیا و جسم و میکروب و دروغ و بددلی و بدگمانی و احساساتی بد و خوب شده اینجا نجات پیدا کردم. بعد تا آخر این زندگی ما که دیدم و همه رو بررسی کردم، میخوام بگم که من چه چیزایی دیدم خیلی طول میکشه تا حالا راجبش خیلی نوشتم و بعد دوباره پشیمون شدم، دوباره از اول شروع کردم. شاید من بگم 500 صفحه تا حالا راجب این نوشتم، هیچ ضبط کردم، هیچ دوباره به اصطلاح تغییر دادم، ولی به دلم نمیشینه که این اون نبود، اون انگار یه شکل دیگه بود، اینطوری نیست، من نتونستم درست تعریف کنم. دست آخرش راهنما و اینه که ما راهنما میگیریم، اینم یه هم چیزی بود من خیلی دوستش داشتم. بهم گفت که تو موقعش نشده که بیای اینجا، الان باید برگردی. گفتم یعنی چی؟ یعنی تو قبل از موعد اومده، یه اتفاق افتاده که الان زمانش نرسیده، تو باید برگردی بری اونجا و زمانش پیش شد بیای. گفتم من به هیچ وجهی میخوام برم. میگه من احمقم دوباره برگردم برم اونجا تو اون جسم و تو اون وضع نمیخوام برم. گفت بگه نری خیلی ضرر میکنی. حالا من اینجوری میگم، این خودم میگم، ولی اون به یه شکلی به من حالی کرد که بگه نری خیلی به ضرر خودت. گفتم چرا؟ بیا بقیه‌شو ببین. از اونجا به بعد تا اون لحظه ای که من باید واقعا بمیرم و دوباره رفتم دیدم، یعنی دوباره زندگی کردم و دیدم که یه چیزایی وجود داره که اونا خیلی به نفع منه. مثلا مثل این که من میرم دانشگاه ثبت نام میکنم، بعد واحد انتخاب میکنم، بعد میرم واحد داره میگذرونم، بعد حالا کم و زیاد به هر صورت یه نمره میگیرم، مثلا دکتر میشم. مدرکم میخوام بدم ولی بگم که میخوام چی کار، من همه چی یاد گرفتم دیگه، مدرک دکتری میخوام چی کار. من فهمیدم
چیکار بکنم و چی بخورم. من خیلی ضرر میکنم اگه نرم اونو به دست بیارم، باید برگردم. اون وقت اونجا به یه باوری رسیدم که با تمام انگار سلولای وجودم گفتم باشه. من که یه لحظه قبل به هیچ عنوان حاضر نبودم بیام، اونجا با تمام وجود گفتم باشه من قبول دارم، برمیگردم. دیدم خیلی چیزا من به دست میارم اگه بیام اینجا. وقتی که پذیرفتم یه دفعه دیدم با یه سرعتی مثل سرعتی نور من برگشتم طرف جسمم. اونجا تو اتاقی که منو گذاشته بودن سیرکاوری رفتم تو جسمم. تا رفتم تو اونجا این درد و اینا هم دوباره شروع شد. خود گردن چیزام در یه نفر اومده بود اونجا داشت نظافت میکرد، مثلا ته میکشید، تقریبا کامل مردی بود. تا صدا من در اومد یه دفعه دوی طرف در باز کرد، گفت آقای دکتر این نمردست، این اشتباه بردن اینجا. دکتر اومد گفت غیر ممکنه. اون اومد دیگه همه میخواستن بیان ببینن این چه شکلیه، این چه جوریه. بعضیا در میرفتن، بعضیا میمدن نگاه میکردن. دوباره منو برگردوندن تو اتاق عمل، دوباره رو تخت و کاری که باید انجام دادن و دیگه من برگشتم. ولی من بعد از اون تقریبا 2-3 ماه طول کشید تا من تونستم خودم رو با شرایط وفق بدم. یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی اینه که ما میتونیم فراموش کنیم یه چیزیا. یعنی مثلا عزیزترین کسامون میمیره، بعد یه مدت اول میگم نه دیگه عروسی رفت، دیگه شاگرد بین رفت فلان، اما بعد از یه مدتی میگم که من کم کم خودم رو وفق دادم و شروع کردم به زندگی عادی ما کردم. اما از اون لحظه به بعد همش دنبال این بودم که یکی رو پیدا کنم که بتونم باهاش صحبت کنم، بتونم راجع به این موضوع، چون وقتی با دوست آشنا صحبت کردم میدم اون یکی داره در میاد تو اینطوری میکنه که این چرت داره دیگه این حرفاش این به این نتیجه رسیدم که من اصلا راجع به این نباید صحبت کنم. یا چیزایی که دیده بودم تو اون حالت اومده بودم سراغ فلان شخص که دوستش می‌داشتم، یا یه جوری به اصطلاح تو اون قسمتی از برخورد که با این داشتم فهمیده بودم که این چه چیزایی تو فکرشه، چه شخصیتایی داره، تو اون لحظه چه فکرهایی داشت، کجا می‌خواست بره چیکار کنه. و خواستم فضول کنم تو این کارا. برام بهش بگم اون روز که تو داشتی این فکر رو می‌کردی، می‌خواستی بری دنبال این کار، تو این ساعت، تو این لحظه، بعد یارو خود خیر منو بگیره. تو این عارف کجا میدونی؟ میرفت دنبال این که اصلا منو یه جوری نابود کنه که این چه جوری تو ممکنه این اطلاع داشته باشه. فهمیدم که یه چیزایی من اصلا باید نادید بگیرم، یا تصمیم گرفتم یه چیزی حالی کنم به مادر خودم، خواستم ثابت کنم که این اتفاق افتاده. من این جریان برام پیش اومد. گفتم بهش یادته که من تو بغلت بودم، شیر خوره بودم، توی مدرسه نشسته بودین، اونجا زنها جمع شده بودن، یه زن لباس مردونه پوشیده بود، یه کارت دستش گرفته بود، داشت میرقصید، ادا در میورد، یه شعری میخوند، یکی دیگه تار میزد، یکی دیگه تنبک میزد. زنها مدرسه زنونه بود. بعد اون زن میگفت منم چاقو کشیمه دون، منم اسم رو قدر خون. این چاقو رو اینطوری میشه. یه رفت اون طرف صورتی من تو که تو بغل مادرم بودم، ترسیدم خودم رو کشیدم و اینم چادرشه و رو صورتی من و در افتاد با این زنه. گفت عذرا خانم چرا همچی کردی؟ بچه من زهرش میترکی دا دیگه، تو شعور نداری اینا. داشتم اینو برش میگفتم. بعد گفت آره اینا درسته. بعدی رو گفت که میگه میشه هم چیزی غیر ممکنه. تو اون موقع شیر خوره بودی چطوری این یادت؟ حالا من این آره چون اونجا دیده بودم یادم بود، اگه من قبلش که یادم نبود. میخواستم یه دلیلی بیارم که دیگه این کار ناپذیر باشه به مادر ثابت کنم، چون یه خود حالش بد شده بود، مثلا ناراحت بود، قصد خود اینا. میخواستم بعد دیدم من عجب آسیبی به این وارد کردم. از اون به بعد این داره فکر میکنه به چند جنی شده، جن رفتن تو رگاریشه، چرا اینا رو میتونه بگه، چرا اون جمله رو میگه، اون شعرم بلده، اون اسمی رو میگه، اینا همش درسته. کسی نمیتونه اینا رو برای این تعریف کرده باشه، کسی نبوده. به این نتیجه که اینا رو باید من جدا کنم، یه چیزایش من باید تعریف کنم، یه چیزایش نباید تعریف کنم. اما خدا رو شکر الان عصر دیتا و اینترنت و این کتاب و این همه فیلم درست بکنن راجع به این موضوع، خیلی اطلاعات زیاد شده، میشه الان قشنگ صحبت کرد. حالا میان من برمیدارن میبرن توی مدرسی، توی این حوزه‌های علمیه بیشتری روحانی ها استفاده میکنن،
تو شهرهای مختلف دور و اصفهان یا بیرون اصفهان بلیط میگیرن با هواپیما، منو میبرن اونجا، جمع میشن، یه عده خودشون، خانواده‌هاشون، مثلا شاگرداشون. تو مدرسه‌های علمی اصفهان خیلی جا رفتن، صدها از این جلسات میشینن صحبت بکنن براشون، بعد خودشون با هم بحث بکنن که این مطابق فلان حدیث و این فلان آیه است، این نمیدونم با هم دیگه جر بحث کنن راجع به موضوعش. یعنی این چون یه چیزی واقعیه به دل میشینه، اثرگذاره. خیلی از خانواده‌ای بودن که من رفتم براشون صحبت کردم، بعد اینو اصلا متعهد شدن. پدر از یه ور میرفته، مادر از یه ور، بچه‌هاشون هر کی یه جوری بودن. حتی خانواده‌ای مال اینجا تو شهر خودمون که دینشون با ما فرق داره، من رفتم برای اینا صحبت کردم. اینقدر با هم صمیمی شدیم، رفت آمد پیدا کردیم. بارها دیگه بینمون به اصطلاح رفت آمد ایجاد شده، میریم باید صحبت کنیم. تو بیمارستان میرم، مثلا امید اینایی که میخوان بمیرن ناراحت هم میبینن دیگه، دکتر گفته چند روز دیگه میمیری، یه ساعت دیگه میمیری. خیلی اینا رو سرشو میگیرم براش صحبت میکنم. شده چند تا تارو تو دل من یارو مرده ولی آروم بوده، آرامش داشته، دیگه نمیترسیده، از مرگ خودی نباید بترسی، برنامه ریزی شده اینا، اصلا تو کاری به این کار نداشته باش، مسئول داره اینا، در قشنگ توسط یه کسی هر چیزی سر جای خودشه، تو دخالت نکن، تو باید کار خودت انجام بده. اینا که داره به این زبونه، به این سادگی این کتاب برای ما میگه، تمومش اینا فکر کنم اون کسایی که اینو نوشتن به نظر خودم یه همچین تجربه‌ای داشتن، چون خیلی تطبیق داره با اونجا با که ما قضاوت نکنیم، سعی کنیم کار نیک انجام بدیم. بعدم هر چیز دستمون برمیاد. ببینید مثلا یه مهندسی میاد یه ربات درست میکنه که این ربات برید اون یه چای برش بیارید، برید این کفششو بذارید اونجا، برید در یخچال باز کنید یه میوه برش بیارید، یه کارای اینطوری بکنه، تلویزیون برش روشن کنه. دیگه توقع نداره که این بره چکشو وصول کنه، بچشن تربیت کنه، نمیدونم فلان کارو انجام بده. خدایی که منو خلق کرده به تمام ذرات وجود من آگاهی داره، از من توقعی نداره که من مثلا بشم قدیس یا فلان کار مهم انجام بدم. من در حد خودم ازم انتظار داره. وقتی هم رفتم اونجا همین فقط یه ذره من سعی کنم خوب بشم، همین سعی کنم و نه اینکه حالا حتما برم فلان کس بشم و فلان تقدس رو به دست بیارم. من همین قدر که تو ذهنم فکرم این باشه، انگیزم این باشه که خوب باشم، همین کافی. من رفته بودم یه جایی به من گفته بودن برو این دب برای آبش کن بیا. من دیدم که چشمه اون طرف یه درختم اون طرف پرک افتاده از اینجا. گفتم خب حالا این آب رو میبرم میریزم که اون درخت. خودم گفتم کسی نمیره به این درخت آب بده، اون ته افتاده. رفتم ریختم دور اون درخت، بعد اومدم رفتم چشمه اینا آبش کردم اومدم. اومده اینجا بود. حالا اونجا وقتی رسیدیم به این جریان تا که این اتفاق افتاد، ببینین اون چیزی که به من دادن چی بود. این که به ما میگن بهشت جهنم و اینا، چون نمیتونن برامون تعریف کنن، بگن خیلی بالاتر از این حرف هست. این که میگن مثلا یه باقیه و توش نهرهای شربت و زمرد و بریان و حوری اینا یه چیز آشغاله. یا میگن تو جهنم میدازن تو آتیش میسوزوننده. ببین اونطوری بود، دمشون گرم، خیلی عالی بود. یه چیزی نیست، خیلی بالاتر از این حرف هست. هم اون بهشتش خیلی عالی تره، هم اون جهنمش خیلی بدتره. فرض کنید شما یه دشتی وسیعی باشه، سر تا سر اینجا هزاران نفر موسیقیدان با بهترین سازهایی که در دنیا وجود داره بیان بیشینن اینا تمرین کنن، یه آهنگی ها ماها بزنن تا با هم آهنگ بشن و حالا یه روزی اجرای اصلیه. الان گفتن دیگه آماده شدن، رهبر ارکستر اومده، هزارون دختره مثلا حوری یا پری هم آسمانی هم نوا با اینا بخوان بخونن. حالا یه لحظه اون رهبر ارکستر اینطوری شروع میکنه دا میرن همه با هم نوا آکورد میکنن. این صدا یا این موسیقی در طبیعت جریان پیدا کنه تو تمام کائنات. ولی همه این زحمت هایی که کشیدن توش یه چیز وجود داره و اون این است که میخواد به من یک کلمه بگه باریکلا عجب کاری مهمه انجام دادی.
همه اینا که گفتم این همه آدم جمع شدن به اینا تمرین کردن آقا، یک کلمه توش است که داره به من میگه، این پیامش اینه که اوی ماما عجب کاری مهم میکردی. خودم گفتم میگه چی کار کردم؟ من خیلی کارهای مهم تو زندگیم کردم، چرا این یه ذره آب دادن به درخت این همه ارزش پیدا کرده؟ چرا ارزش پیدا کرده؟ برای اینکه من پشت این هیچ توقع و انتظاری نداشتم، دنبال این نبودم. مثلا تو خیابون دارم میرم میگم این سوارش کنم پیرزنه به گناه داره برسونم از دخترشم تو آینه، حالا تا ایشش میبینم پشتش انگیزه من از این کار نیک یه چیز دیگه. ممکنه من بیام یه بیمارستان بسیدم بگم اینجا اسم منو میزنن این محمد عجب هر کی سالها میبینه، عجب آدم خوبی بوده تا درست کرده تا اینا رو من هیچ کدوم خب ارزشش نه اینکه از بین بره، ولی یه مقداری من خرابش میکنم. باید من هر کاری میکنم هیچ توقعی نداشته باشم، یعنی این کاری کردم همینطور برای اینکه حالا برای خدا، حالا برای دل خدا، برای هرچی انتظاری جایزه کسی نه که چیزی به من نمیتونه بده. حالا فرض همه مردم دنیا جمع شدن یه کشتی به من بدن، یه آپولو به من بدن، به چه درد من خوره؟ این کسی که به من چیز میتونه بده خیلی بیشتر از اینا میتونه بده. من چرا همش عادت دارم یه انگشتونه برم این قربون دست التماس برای من یخت ویروس پیش، من یه کشتی بردارم ببرم، من تمام دنیا رو برم به خدایا اینا رو همه رو پر کن بده به من، بازم کمم باشید اون میتونه بهم بده. من از کسی چیزی نباید بخوام، درخواستی نباید داشته باشم، توقعامو بیارم پایین، همه رو ببخشم، سعی کنم چیزی یاد بگیرم و سعی کنم خدمت کنم. غیر از این هیچ چیزی که به درد من نمیخوره. حالا هر وقت یه همچین موضوع پیش میاد میگم من که از اون 27 سال به بعدم و هیچ کدومش یادم نموند، یعنی این طوری بود مشیت الهی که من از آینده خبر نداشته باشم، چون اگه قرار بود که تست ایستگاه رو بدن من برم امتحان بدم که فایده نداشت. من اینجا اومدم یه سری یه امتحانی بدم برم، نباید خبر داشته باشم. آینده میگم شاید اون مأموریتی که به من گفت راهنمام باید انجام بده به نفع بده، همینه که من اینا رو به اطلاع همه برسونم، بفهمن که چجوری باید زندگی کنن، چی کار باید بکنن و خیلی هم تاثیر گذاره. انشالله که به شما هم تاثیر گذاشته باشید. خیلی ممنون. ماشاءالله.